خب یه ابرقهرمان برای اینکه بتونه دیگران رو نجات بده اول باید خودش قوی باشه. پس در اولین مرحله باید بریم باشگاه یکم تمرین کنیم و به خودمون برسیم. اول از همه مقدار گرم میکنیم، بعدش 20 تا بار فیکس میزنیم. 20 تا بار فیکس، ببینید کم نیستا. البته اینم بگم ما ابرقهرمانو عادت داریم، ولی اینم بهتون بگم مثلا بتمن همش 15 تا بار فیکس میتونه بزنه. پس من قوی تر از بتمنم قطعاً. اینو دیگه بتمن هم نمیتونه بزنه دیگه، قضاوتش با خودتون. و در پایان با یه موزیک دریل میریم برای فیگورگیری و پایان داستان. فالو و